سلام رفقا گل عشقای من اومدیم با یه ویدیو از کانال پستاد. من تقریبا اول ویدیو که میذارم لطفا منو حمایت کنید. اینجا اومدم همونطور که میبینید ترکیب بودشون بدم. ببینید ببینید نظرتون راجع به اکانتم بگید. هر چالشی هم بگید انجام میدم. من اکانتای دیگه هم دارم که توش کرایوف 170 داره، پوشکار 106 داره. اونانم جوایز و همه رو جمع میکنم توی ویدیو و زودتر هر هفته یه بار ازشون یه ویدیو میذارم. جوایزش رو جمع میکنم و تو ویدیو نشون میدم سجاره دارم میگیرم جمع میکنم. بعد مثلا تقریبا چه 10,000 تعداد رسونده ویدیوهاش هم میذارم براتون دیگه گفتم. بعد روی پچه سجاره رو میزنم. اینجا هم که اکانت اصلی من اومدم بازیکن‌ها رو بذارم ببینید اکانتم چجوریه و اینم بگم نجید چرا ترکیب جوریه عجیب غریبه. واقعا ترکیب بوبیه. من با این ترکیبم تو آفلاین دیویژن آفلاین من 70,000 رو جهان رو رفتم. 70,000 جهانم الان. تو آنلاین هم چرا باز نکنم وضعیت واقعا نت خرابه. حالا وضعیت کشورم اینجوریه. اینم بگم که ناراحت نباشید همه اینا حل میشه. توکلمون به خدا باشه این حل میشه. امیدوارم که به کانال من اومدید ویدیوهای منو ببینید. اصلا ناراحتی و از ذهنتون بیاد بیرون ناراحت نباشید. من اومدم که اینجا شما رو خوشحال کنم. حالا حمایتم خواستید بکنید نخواستیدم نکنید. خیلی برای من حمایت مهم نیست. مهم اینه که برای من مهم اینه که شما رو شاد کنم بخندونم. حالا اگه یکم تلخی داشتید تو زندگیتون ویدیوهای بعد که ببینید شما رو شاد کنم. خب همه دارم گفتم هر چالشی هم که گفتید بعد انجام میدم. مثلا فول اسپادیا بعد تقریبا دیدم بگم بعد یه 10 روز دیدم به وای فای هم بخرم تو دیویژن آنلاین بازی میکنم که تو دیویژن آفلاین 70,000 رو زدم. تو یه 200,000 چیزی میتونم درست کنم دیگه. اون قدر دیگه ضعف نیستم. میتونم یه کار رای انجام بدم. ویدیوهاشو میذارم هر چالشی هر تیمی هر مثلا بگوید بگید فول بارسا درست کن هر چی بگید من درست میکنم. اینجا فیلتر رو میزدیم یعنی به کار رو نشون بدیم شما دوستای عزیز. من صدام هم اینم بگم صدام یه چپ گرفته. من مریضم به خاطر همونه. خب اینجا دروازه‌بان زیاد نداریم. اینم بگم اکانت من تقریبا بالای 3200 میره. شاید بعضیاتون عجله داشته باشید بعضی بدونید آخرش چجوری اکانت ضعیفه قویه. 3200 بالای 3200 میره. جد استر تجربه با اسپا استرچه بالا بتونم بازیکن قوی رو بذارم. چه اول بازیکن‌های قوی رو بذارم که ببینید استرچم شده. بعد اون بازیکن‌ها که خودم بذارم اونا رو سری بذارم ببینید با بازیکن‌ها که بذارم بازی میکنم. اینجا دروازه‌بان متاسفانه یکم ضعیف بود. ما سی بی رو بذاریم. اینجا کاناوا رو بیاد. بعد بایتد ماچ دیوش و بایتد. اینجا باستوری واقع باچه رایگانه کارت باچیه میذاره. اینجا باستوری تولیات هم سوالانه نمیذاره که آخرا بازیکن چمینه اومد میذاره. اینجا با کاستا کارتا رو میذاره. یعنی باجه خیلی باجه. یعنی بهترین بازیکن رایگان بازی بهترین بازیکن رایگان بازی واقعا نیماره. بهترینش واقعا نیماره. من اینجا یکم سیدا با درست کنم تا شما اذیت نشید به خاطر مریض بودن. حالا ببخشید. بعد اینجا من چرا واقعا بگید آدراپیلو نذاشتید. آدراپیلو بهترین شاید یکی از شاید پت داد بازیکن اول کاته. ولی اینجا باید یه باکس تو باکس بذارم. اینترنت همچه یکم متاسفانه ضعیفه.
خب باز بکنه ببینید باکس تو باکس و چی بخوام نشون بده باکس تو باکس بود. خب خیلی ها میدونید که باکس تو باکسه. این باید باکس تو باکس بذاره بیتزاد گذاشتیم آدرا رو بذارم تمیز آدرا رو به جد سرا ایجاد داشتیم آد کلمه باید باشه دسترویر یکم کارو خراب بکنه. من ترجیح میدم که بازیکن‌ها رو باز نکنم. وضعیت اتفاقا ضعیفه کسی رو نمیاریم. CMF دیگه لازم ندارم برای حالا تعویضی LMF و RMF واقعا کسی رو ندارم و داره پاشتی سوق باید بیاد. خب این داریم بفهم خیلی حالا گوی نیست اینجا بازیکنهای خوب بیلیگا و حالا کوین دیبروینه و کوین دیبروینه رو بیذارم. الانم ben istəyiriz bağlar bitsin ama bازیکن‌ها çalışan oyunlar paydan باید قویه رو نمیذارم استیرج bağlar bitsin bitsin یه کریتیو پلی میکر باید بذارید که من بازم باز کردم اما دیدم بگم کسا که سوپوسلای دارن SS بیان boost میگم بهش trading بدم üstüne trading becet ki Betu'da SSO bazı kadar hem Betu'da bilis bezedi hem eskiyle klasik gedicet eskiyle evvel məxsus de booster şəb klasik eskiyle şəb klasik ki vaqa qəviyyət o da bezarit ki vazəm net yekəb vaqa TRT vedəm zəif disla vaqa این وضعیت ایراد دیگه حالا بعد ایدو نمیگفتم شما رو ناراحت میکنه. گفتیم استرج بالا قراره بچینیم. خب اینجا ما SS و CF رو بیذاریم که CF ببینید واقعا بازی کنم خوبه ولی SS تعریفی نداره. ما اینجا استاد کانتا داره بیذاریم اینجا و سلطان روبیو بیذاریم اینم بگم بچه با روبیو این بازم نکنه باید نشونتون بدم یکم واسطی بالا باز کنه واقعا هم شما را اذیت کردم میدونم بالا نتای خودتون هم اینجوریه واقعا نتا ضعیف شدن حالا یکم منتظر میبودیم تا باز شه اگه اینجا اذیتتون بکنه لطفا بزنید جلو ویدیو رو دیگه حالا من نمیدونم واقعا چیکار کنم. اینجا ببینید این ماکس دستیو من زدم بهش واقعا بگید چرا دریبلی رو زدی اینجوریه من باور نکنید بگید بهتره ولی هم 104 بوده اسپید 92 اکرایشن 96 اینا مربی هم 3 تا بهشون خودش مخصوص میده مربی بازی این تقریبا اسپید 99 اکرایشن 100 میشه این یعنی قدرت بدهش اویز آورده برای کسایی که روبیو داره میدونه قدرت بدهش واقعا ضعیفی قدرت بدهش آورده بالا این منم بگم ساعتش رو برده بالا دیر مهم نیست دیر 5 بدک نیست مربی هم یه 4 تا ادامه میده دیر 5 80 ادامه میشه دیر خوبه اورنس بالایی هم داره بد نیست اینجا من بگی که فیدیشش رو کم داده فیدیش واقعا فیدیش acı بتونی بالا پیدا کنی فیدیش 80 پس که ما مربی 90 میگیره نمیدونم مکس که اگه رو میداره مکس رو من نمیدونم خب مکسه که خودتون دوست دارید رو بزنید ولی این واقعا باچ کرده دیویژنی هم خیلی به دردتون میخوره بازی کنی سرعتی اینم گفتم که بهتون خب بیایم واقعا یعنی تا ویدیو نباشه یه دونه بلیتز بذارید بلیتز تمرین کنید واقعا من تعریف از خود نباشه بلیتز رو بد نمیزنم بلیتز لازمه واقعا باشه او تایم ویدیو هم زیاد شد یکم سریع بازی کنم رو بذاریم
مورینتز واقعا تو باکسه. سوارز ندوید سوارز 108 ندوید 106 بعد مورینتز 104 رو به من میداد دیگه بعد چی بگم. اندیکول یعنی خیلی باجه خیلی. گفتم اوورال بالا رو قراره نشونتون بدم پس باید بیشتر از این میشد. حالا اینجا ریستو بزنیم دامو بزنیم. بله و ببینم 102 داریم. آره 102 داریم. بدونم چی بخوای بالا ترید. حالا استرت بازیو بذاریم کاستا رو بندازیم بیرون. سری جوری دیگه ایده استرت بازی چرا گفتم استرت منظور تیم خودم ولی واقعا این خیلی بهتره به نظر من بره بیرون. مورینتز رو نمیذارم چون که واقعا قوی نیست. فاکس این ده باکس هم خیلی آدم میتونه واقعا از فاکس این ده باکس بازی بگیرن سخت میشه دیگه. من حالا چی بگم دیگه من حالا وینیسیوس رو 3 تا ویجر گذاشتم. من میگم هازارد بیاره بیرون. من باید تک بازی نمیکنم واقعا یه چیزی میگم این کار رو رعایت کنه وسواس نداشته باشید که با یه تک بازی کنم این کار کنم اون کار کنم. واقعا میگم ببینید اگه خواستیدم میتونم در بارش ویدیو بسازم. حالا نظراتتون رو بگید که چیکار کنم. ترکیب زد بچینید البته یوتیوبر های دیگه مثل رو بگن ترکیب زد بچینید به نظر من. واقعا ترکیب زد چیدن من میبینم دی ترکیب حرف داره ترکیب زده. میبینم باید به ترکیب عوض کنم ویچه ایدم چرا گذاشتم ایدا بیاره بیچه بهتر. میبینیم ما دفاع راست داریم این دا که با راکارد گذاشتیم واقعا چدارا خیلی کمک میکنه. اینجا پاسا رو گذاشتم پاسا رو بفرسته یه دریبل زد یه سرعتی یه دو دریبل زد یه سرعتی یه بلیت زد چه همه کار میکنه خدا. دریبل زد هم از داوید ویا شب قدرت بدهش چه آمارای خوبه دیگه درست میکنه و فیریش بالا یعنی خیلی قویه این. خب این شد واقعا ترکیب خوبه بخصوصا برای اصلا دیگه دا حریف چجوری و جوالا زیاد سرعت رو داد نیاره. دیدید بازیکناش وسط مثل دوتا AMF دوتا CMF که بزنه 4-2-2 این ترکیب خیلی خوبه چون AMF ها کجا بازی میکنه اینو یکی بیاید پایین اینو پایین تر اینجا اینو اینجوری شاید AMF که باید وسط ها بازی میکنه که وینگر نداره این هم وسط ها ببینید چقدر بازی کنه مثلا ضد و ترکیبه کاملا ضد و جور ترکیبه است یا سه مهاجم بیدن واقعا خیلی ترکیب قویه. من میگم زود برای شما ویدیو بدارم مربی ها برای شما نشون بده بازم میگم مربی البته نداره بازم میگم من میزم صدایی که رد شده هر چالشی خواستید میذارم براتون زود ویدیو میذارم بچه وای فای هم بیاد خیلی خوب میشه چه وای فای تقریبا 10 روز دیگه میخرم دیویژن بازی میکنیم با دیویژن بیاریم بالا دیویژن 2-3 میرسیم و به شما گل میدم و کاتای دیگر گفته بکات زیاد داره پچوپدی که پک اوپری گلاره بیزارم این هم شده کات بعد لطفا واقعا حمایت کنید ویدیوهای خوبی بیزارم و گفتم دیگه خدا کنه واقعا این وضعیت کشور درست شه حالشو به خوب شد تا یه ویدیو دیگه خداحافظ.